محراب وطن بهر طواف من و توست. دیوار دیار کوه قاف من و توست. هر لاله که از خاک وطن می روید از خون سیاوش ناف من و توست. شاعر خوشنام ما دولت صفر می‌فرماید که این هستی ما لوای استقلال است، پیروزی ما نمای استقلال است. شکری نفسی که هر نفس میگیریم در سینه ما هوای استقلال است. درود به کل عزیزانی که با ما پیوستند و یک سلام خاص به مهمان محترم که فعلا ما با خود داریم، حکیم عبدالله رهنما، ادیب و سیاست شناس. خیلی خوش آمدید به برنامه خود و مطمئنیم که یک صحبتی اختصاصی و خیلی زیبای خواهیم داشت. کوه‌های سر به فلک و آسمانبوسی وطن که در آغوش هزاران گنج بی بها را نهان دارند. زمین زرخیز و باغ‌های حاصلریز، مردم سربلند و باوقار، نیروی توانا و روحی شکست ناپذیر، تاریخ کهن و پراسرار، رسم و آیین پر افتخار، فرهنگی بای و پرغناوت، طبیعت افسونکار و همیشه بهار، محبت پاک و خنده بیغش کودکان، خاطری آسوده مادران، کاخ نور، نیرو و توانایی ملتی پرغرور، از درفش کاویانی تا پرچم ننگ و نام، این همه در کشور آزادگان و صاحب تمدن که با شرافت استقلال به دست آمده است. استقلال دولتی تجسمگر سازندگی و آزادی است. موضوع ما استقلال و سرنوشت تاریخی تاجیکان می باشد. البته موضوع خیلی فراخ است و وابسته به وقتی در اختیار داشته صحبت خواهیم کرد و میخواستم نخستین سوال همین باشد که شما در نوشته ها و سخنرانی هایتان از مفهوم بازگشت استقلال استفاده می نمایید. به چه معناست و چرا بازگشت استقلال؟ یعنی کسب استقلال یا بازگشت استقلال؟ در همین سوال شما دو نکته بسیار مهم است. اول اینکه شما از اصطلاح استقلال استفاده کردید، زیرا از نظر درست بودن مفهوم استقلال خیلی درستتر از استقلالیت است. ما میبینیم که بسیار جا حتی در شعارها در خیابانها به جای استقلال استقلالیت گفته میشد، ولی استقلال خیلی صحیح تر است و مفهوم رو درست افاده میکنه. یعنی یک خودسالاری است استقلال. ولی چیز دومی که شما با اون اشاره کردید، بازگشت استقلال، سبب تأکید من به عباره بازگشت استقلال این است که گاه در ذهن نسل جوان، در ذهن بیرونیان، در ذهن خارجیان چنین می نماید که وقتی ما میگیم 30 سال استقلال، 35 سالگی استقلال، گویا که
تاریخ دولتداری ما همین 30-35 سال باشد. بنابراین اگر ما همین خیلی تلقین کنیم یا همین خیلی شرح دیم که 30 سال استقلال، 30 سال دولتداری ما، 35 سال دولتداری ما، تاریخ سیاسی ملت را بسیار کوتاه میکنیم و بسیار بیرحمانه و ناعادلانه درباره این ملت کهن بنیاد حکم میشد که اینک 35 ساله صاحب دولت است یا 30 ساله صاحب دولت است. بنابراین تاکید من به این معناست که ما یک ملت اصیل، یک ملت باستانی که اگر کمی با یک تصویر گیم از بامداد تاریخ صاحب زمین، مرز، زندگی تهجویی، مقیمی و دولت بودیم. یعنی یک ملتی که همیشه صاحب دولت بود. هر صحیفه تاریخش نشان می‌دهد که تاجیک هرگز کوچی، بیابانی، بادیه‌نشین نبود، بلکه همیشه ملت مقیمی بود و ملت‌های مقیمی همیشه یک نهاد سیاسی، تشکیلات سیاسی دارند که امروز ما اون را دولت میگیم. بنابراین یک ملتی که سابقه چند هزار ساله دولت داری دارد و همیشه استقلال داشت، همیشه دولت داشت، همیشه قدرت داشت، ما اون رو نمیتونیم بگیم که اینک 30 ساله صاحب دولت شد. برای همین ما میگیم که یک مدت اداره کنی سیاسی دولت از دست ما بیرون شده بود و این با کسب استقلال بازگشت. بنابراین ما رو نمیگیم صاحب دولت شدن، ما میگیم که بازگشت استقلال. گرچه این بازگشت در یک قسم بسیار خردی او سرزمین یا جغرافیای تاریخی ما رخ داده است، ولی به هر حال از نظر مقام تاجیکان دوباره صاحب دولت، دوباره صاحب همون مقام استقلال شدن. برای همین میگیم بازگشت استقلال، تا که در این عباره هم سنه رسیدن استقلال ifade شود، همون سابقه بزرگ دولتداری ما بسیار همین بسیار مهم است. واقعا خیلی مهم است اشاره همین نکته، چون در سخنرانی های شما من خیلی زیاد شنیده بودم که بازگشت استقلال و امروز برای بنده نیز روشن شد و برای آنانی که فعلا با ما پیوستند و همان حرفی بدیل است که میگه صیقلگر آینه تجدید قدیم است، نتوان به نوین غافل از اون سازی کهن بود. شما درست تاکید کردید. بید ما در همینجا یک مثال عجیب میاره. مثال بینید، همین سال پیش در سازمان ملل متحد یک کنفرانس بزرگ آب و پریخ با تشبس تاجیکستان شد. اگر شما دیدید موضوع کنفرانس آب و پریخ و اقلیم بود. ضمن این کنفرانس راهبر دولت ما به سازمان ملل متحد از نام دولت تاجیکستان یک هدیه بردن و این هدیه یک تاج بود، یک تاج، و این تاج عادی از زرگرای معاصر نبود. این یک تاج مکیتی، تاج شاهان کوشانیان که 2,500 سال پیش بوده است و این تاج را برده در درآمدگاه سازمان ملل متحد نصب کردند و گفتن که این هدیه تاجیکان به سازمان ملل متحد. خوشبختانه اون همونجا ایستاده است. ببینید چرا تاج را بردن. مثلا ممکن بود از بدخشان یگان لعل را بریم، از دیگر منطقه یگان آثار هنری را بریم، ولی تاج را بردن چون که تاج این رمز دولت است، رمز تمدن است. برای که یک تاج باشد شما تصور کنید باید حدود باشد، ساختار باشد، پایتخت باشد، تخت باشد، شاه باشد، بعد از سر او تاج باشد. بنابراین تاج این اوج قدرت و تمدن یک ملت است. برای همین وقتی که تاج را برده در سازمان ملل متحد ماندن، این پیام داشت. پیامش این که تاجیک 100 سال پیش هم، 1000 سال پیش هم دولت داشت، 2000 سال پیش هم دولت داشت، 3000 سال پیش هم دولت داشت. این تاجش و تمدن خیلی قدیم، چون که قبیله تاج ندارد، صحرانشین تاج ندارد، بادیه‌نشین تاج ندارد. تاج مخصوص ملت‌های صاحب تمدن و صاحب دولت است. بنابراین همون گذاشتن تاج در درآمدگاه سازمان ملل متحد من فکر میکنم یک
قدمی بسیار ظریف دیپلماتی و یک اقدام ملی بود. از همین نظر ما همیشه این رو داشتیم. همین استقلال همچون دولت مدت نبود و حالا که شما ذکر کردید همچون آرمان همیشه در قلب ها نهفته و نگاه داشته می شد. آرمان استقلال خلق تاجیک را چگونه شما ارزیابی میکنید؟ یا مبارزه خلق ما برای استقلال چگونه بوده است از نگاه شما؟ در اون مدتی که دولتش شکسته شد 100 ساله های تاریخ ما همش مبارزه برای استقلال است. شما اگر همین کتابی استاد بابا جان غفورов رو ورق زنید ببینید هر صفحه مبارزه، قهرمانی، تلاش، آرمان برای استقلال، برای حکومت خودی، برای آزادانه تصمیم گرفتن درباره سرنوشت خود، برای رفع یا رد حکومت بیگانه. بنابراین یک بخش بزرگی تاریخ خلق تاجیک این تاریخ مبارزه برای استقلال است. ملک آباد است استقلال ما، نخل شمشاد است استقلال ما. 100 قفس بشکست و در پرواز شد، مرغ آزاد است استقلال ما. باید از دل سجده شکرانه کرد، کعبه یاد است استقلال ما. در بلاد سرنوشت تاجدار قصر بنیاد است استقلال ما. در زمین کشور آزادگان راه امداد است استقلال ما. فخر از میراث سامان میکنیم، مال اجداد است استقلال ما. 100 بیابان آبشاران می شود، رنج فرهاد است استقلال ما. برفروزان آتش خاموش را، یوسف شاد است استقلال ما. باد نومیدی به دیگر کوی رفت، سد هر باد است استقلال ما. در کمال خودشناسی تا ابد یمن افراد است استقلال ما. در خط پیراهی امیدها نقش ایجاد است استقلال ما. در امان باشیم از چشم حسود، بس خداداد است استقلال ما. لحظه است که ما اگر با عمق سیاسی همون سخنات توجه کنیم ما میبینیم که ایده چقدر زنده بوده است. مثلا همین استاد رودکی یک قصیده بسیار بزرگ دارن، وصف بخارا، و در اونجا که آغاز میکنه که امروز به هر حال بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است پیروزی آنجاست. ببینید همین رو چه میگه؟ در وقتی که حکومت سامانیان پایتختش بخارا تأسیس شده بود، از نظر حقوقی سامانیان تا حد در ابتدا وابسته خلافت بدن و تلاش سامانیان همین بود که از خلافت کاملا آزاد شده یک دولتی استقلال خودی داشته باشه، خود را دولت ملی مستقل خود را ساخته باشند. بله. بنابراین رودکی همچون حالی ما شاعر میگیم، رودکی همچون ایدئولوژی همون زمان، همچون کسی که ارزش‌های او زمان آفریده است. ببینید چه شعری سیاسی میگه که امروز برای ما همین بخارا بغداد است، یعنی پایتخت ما، مرکز ما. خلافت هم اینجاست، همش این است. میگه که امروز برای ما یعنی بغداد ما، یعنی پایتخت ما، محور ما بخاراست. امروز به هر حال بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است پیروزی آنجاست. میری خراسان این عنوانی امیران سامانی بود که وقتی که مورانه رو خراسان یک جا کردن، عنوان امیرای سوم و چهارم سامانی میری خراسان بود. بنابراین همین بیت رودکی من فکر میکنم یک اعلامیه استقلال است. بله، یک پیام که همین گونه در تمام تاریخ ما این رو میبینیم قدم به قدم.
این است غزلیات رودکی، قصیده های رودکی، اندنامه رودکی، سنبادنامه رودکی، کلیله و دمنه رودکی. این همه را من به آنهایی که دوست می دارمشان و به آنهایی که مرا دوست می دارند به مردمان می بخشم. و حتی این آخرین نمونه همین شورش واسع را اگر گیریم، شورش واسع اون در چی مسئله بود؟ در مسئله انداز بود، در مسئله گندم بود. این بحثای جزئیش است، ولی ماهیت همین شورش نفع حکومتی بیگانه بود. Эй, люди, слушайте! Сегодня эти два дыханина из села Дыхае-Ашур, которые убили надсмотрщика, по приказу нашего бека за содеянные будут казнены. Яхшибек, уважаемый, помилуй этих несчастных, у них жены, дети. Яхшибек, прости их. Видно, людей довело горе до такого отчаянного поступка. Смотрите, люди, извлекайте для себя урок. Тех, кто старается уклониться от уплаты налогов и податей нашему султану, мы отныне и впредь будем их всех жестоко наказывать. Страна не без хозяина, город не без ворот. У государства есть властитель. Властитель! بنابراین همین اندیشه استقلال در مردم ما، در فرهنگ ما، در ادبیات ما هرگز خاموش نشده است. نبود. حتی ایدئولوژی شوروی تلقین میکرد که شما به شرف شوروی صاحب دولت شدید، بازم همین آثار اگر ادیبان ما متفکران ما در همین دوره تحلیل کنید، همشون در دل هم یک آرزوی استقلال داشتن. وقتی که رهبریت تاجیکستان فعالیت اون رو تحلیل کنیم، همه اونا برای این کشته شدن که در نهایت استقلال طلب کردن. شیرین شاه شاه تیمور هم به همین خاطر کشته شد، نصرت الله مخصوم هم به همین خاطر کشته شد. حتی همین خیلی شد که در سال 1937 حکومت شوروی به خلاصه آمد که این الیت یا نخبگان و رهبران تاجیک از اندیشه استقلال دست نمیکشند. برای همین همشون کشته شدند. چند ده ساله تاجیکستان اجازت رهبری تاجیک داشتن نداشت. همین استاد باباجان غفوروف بعد شیرین شاه شاه تیمور اولین رهبر تاجیک است. بین شیرین شاه شاه تیمور و غفوروف ما 3 رهبر غیر تاجیک داریم در تاجیکستان. چون که اینا گفتن که این نسل از اندیشه استقلال دست نمیکشد، برای اونها رو کلا دور کردن. از همین رو یکی باز استاد غفوروف اومد، باز در شکل یک قیام علمی فرهنگی کتابی تاجیکان آور، باز هم اندیشه استقلال بالا آورد. بنابراین اندیشه استقلال یک بخش بزرگی تفکر یا اندیشه سیاسی و جمعیتی تاجیکان همیشه بوده است، همیشه. بله. و در رابطه به همان بازگشت استقلال، یعنی همین عباره که شما همیشه ذکر میکنید، دولت صاحب استقلال ما یعنی جمهوری تاجیکستان از دولت‌های دیگری که ما در طول تاریخ داشتیم چه تفاوتی دارد و چرا ما آن را دولت ملی و دولت صاحب استقلال مینامیم؟ خود استقلال از نظر تعریف علم سیاست شناسی چی از حالت است که یک دولت خودش سیاست داخلی و سیاست خارجیش را مستقلانه در دایره منفعت‌های ملی خود معین و تطبیق کند. ببینید چقدر در کتاب‌های درسی سیاست شناسی ما تعریف‌های مشکل و مرکب و بزرگ استقلال است، ولی من می‌خواستم از نظر عملی برای یک شنونده، یک جوانی که میخواد همین مفهوم استقلال دولت را دقیق درک کند، ببینید چه خیلی میگیم که استقلال
حالت است که یک دولت سیاست داخلی و خارجی خود را در دایره منفعت‌های ملی خود مستقلانه معین میکند و تطبیق میکند. همین معیار استقلال. وقتی تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان ما رو با دولت‌هایی که تا این وقت داشتیم، خصوصا همین 1000 ساله اخیر قیاس میکنیم، یعنی بزرگترین تفاوت این است که تاجیکستان دولتی است که در اینجا خلق تاجیک حقوقی قبول قرار سیاسی دارد. یعنی در همه این دولت‌هایی که 1000 سال بود بعد سامانیان، تاجیکان شرکت داشتن. خیلی نیست که ما عموما در دولت نبودیم. تاجیک مشاور بود، وزیر بود، دبیر بود، فرمانده بود، ارتش بود، شاعر بود، نمیدونم سپاهی بود، کاسب بود. همین مردم همین سرزمین بود. ما یک بار گفته بودم که همین دریای ورزاب در دوره غزنوی هم روان بود، در دوره قراخانی هم روان بود، در دوره تیموری هم روان بود، در دوره منقیتیش هم، در دوره شورویش هم. همین شهرهای ما، همین مردم ما بودن. ولی چی نبود؟ انما حقوق قبول قرار سیاسی، حقوق معین کردن سرنوشت خود. دو مثال تاریخی، مثلا ما در همین آثارخانه ها یک شرطنامه بین امارت بخارا و روسیه پادشاهی داریم درباره مناسبت دو دولت. اگر یادتون باشه سال 1868 وقتی که امارت بخارا شکست خورد دوره امیر مظفر و اونا مجبور شدن با روسیه یک شرطنامه بنده و قسمی از سرزمین امارت رو به روسیه دادن، از جمله سمرقند و قسم شمالش رو، و قسم جنوبی امارت در اختیار امارت ماند. و در این شرطنامه یک بند عجیب است، میگه که امارت بخارا سیاست خارجیش را با حکومت شاهنشاهی روسیه موافقه میکند. یعنی که استقلال نداره دیگر، استقلال تصمیم گیری ندارد. مثال دوم همین کنستیتوسیون اتحاد شوروی دسترس است در همین اینترنت. هم کنستیتوسیون سال 18 هست، هم کنستیتوسیون سال 36 هست، هم کنستیتوسیون سال 77 هست. همش هست، متناش هست. شما ببینید در ماده 74 کنستیتوسیون اتحاد شوروی، این ماده 74 صلاحیت های مرکز یعنی مسکو و جمهوری ها رو معین میکند. در اونجا دقیق یک گپ میگه که سیاست خارجی، امنیت، مدافع، سودای بیرونی خاصی مرکز است. یعنی جمهوری حق ندارد که سیاست خارجی داشته باشه، رابطه بیرونی داشته باشه، امنیتش تامین کنه. انا همین نشون میده که یعنی ترجمهش میشه که یعنی جمهوری مستقل نیست. ولی دولت مستقل چی معنا داشت گفتیم؟ یعنی حالتی است که همین سیاست داخلی و سیاست خارجیش رو خودش معین کند و تطبیق کند. انا کن حاضر تاجیکستان رو از همین نظر اگر بها دهیم، تاجیکستان استقلالش در اون افاده میشد که سیاست داخلی و خارجی رو خودش معین میکند، تطبیق میکند. اکنون در با اون حجتی گفتیم، با اون دو حجت ما بیایم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان رو قیاس کنیم. غیر از اون که در اون ماده اول میگه که صاحب استقلال است، ما در ماده 69 یک بند عجیب داریم، میگه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وقتی که صلاحیتاشو برمیشمارد سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی رو معین میکند. من مثلا همچون کارشناسی مسائل سیاسی میگم که انمی استقلال در همی بند است که نوشته است در کنستیتوسیون، نوشته است که پرزیدنت همچون رهبر دولت تاجیکان سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی رو معین میکند. انا معناش این است که یعنی دولت مستقل است. و همین شما یک پدیده بسیار عجیب در همین حیات سیاسی ما از گام رو همچون مجلس نگاه میکنیم. هر سال پرزیدنت با پیام به مردم مراجعه میکند. پیام پرزیدنت میگه، اما نام همین پیام چی است؟
پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی یعنی چی معنی دارد؟ یعنی که پرزیدنت همچون رهبر دولت مستقل خودش با کماندش در دوره قانون در دوره صلاحیتاش سیاست داخلی رو معین میکند، سیاست خارجی رو معین میکند و همین پیام این حالت است که پرزیدنت سیاست داخلی و خارجی رو که خودش معین کرده است اعلان میکند. برای همین ما میگیم که همین پیام پرزیدنت، لحظه اعلان شدن پیام پرزیدنت همین لحظه تنتنه استقلال است. یعنی که فقط دولت مستقل حقوق دارد که خودش معین کند و اعلان کند. برای چی شما ببینید پیام رو مجلس ها و خوری زیاد میگذارد ولی پیام رو مثل یک جشن میگیرند. بله. جشن مثلا میبینی که کشورهای گوناگون اهالی آمد دعوت شد، حتی سفیران و نماینده کشور خارجی میشینند، برای که این در اصل پرزنتاسیا یا معرفی سیاست داخلی و خارجی به جامعه داخلی و جهانی است. برای همین این یک اکت سیاسی دولت صاحب استقلال است. همین رو ما نداشتیم. پس فرق اساسی جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی مستقل تاجیکان در همین است که ما امروز انمو صلاحیتی معین کردن و تطبیق کردن سیاست داخلی و خارجی رو داریم. اگر این رو در یک جمله به طور بدیهی ifade کنیم، یعنی ما امروز صلاحیت معین کردن سرنوشت خود رو داریم. این عباره عادیش که یعنی که همون زمام سرنوشت دولت در دست خود همه ملت است. این بسیار فرق اساسی این دولت از همه دولت‌های پیشین است. دو دولت ها اگر ما اشتراک داشتیم ادای دولت ما اداره میکنیم. فرق شدیده. خوشبختانه ما استقلال را به دست آوردیم و امروز صاحب آن هستیم. اما یکی از مسئله های اساسی دولتداری حفظ استقلال است. یعنی آن نعمتی که به دست آمد باید نگاه داشته شود، حفظ کرده شود. از نگاه شما برای حفظ این ارزش، این نعمت چی باید کرد؟ اول اینکه خود همین استقلال همچون حالت سیاسی، حالتی که سیاست داخلی و خارجی رو خودش معین میکند گفتیم حفظ شود. یعنی که زیر بار این یا اون قدرت یا جبهه جهانی نرفتن و توازن رو نگاه داشتن، این شرط اول است. دوم اینکه همون رسالت ملی همون دولت، روحیه ملی دولت باید حفظ شود. یعنی تمام سیاست دولتی به این روان می شود که خود ارزش‌های ملی، هویت ملی، هستی ملی باید حفظ شد، بقای اون تامین شد. بعضی‌ها از نظر صفر مادی یا مکانیکی فکر کرده سوال میتونن، مثلا میگن که همین کمیته زبان چی لازم است؟ یکی از رکن‌های اساسی هستی ملی ما که زبان است، او را باید در عموم حفظ کند. وگرنه در این شرایط جهانی شدن که فشار بزرگ بالای ارزش‌ها از جمله بالای زبان هست، ممکن زبانمون نابود شود. این وزارت فرهنگ چیکار میکند؟ وزارت فرهنگ فرهنگ ملی ما را، چه میراث تاریخی، چه فرهنگ معاصر، چه هنر، چه دیگر بخش‌های فرهنگ نفیس و موسیقی و همش در مجموع حفظ میکنه و رشد میده. یعنی همه این نهادهای ما در نهایت به حفظ همین ملت و هویت اون روانه شدن. یعنی بستگی دارن به استقلال، بله، به ملت. همه این در خدمت استقلال است. سوم چیزی که باید یک دولت برای حفظ خودش بسیار به اون توجه کند، این عدالت اجتماعی است. یعنی عدالت اجتماعی اگر بگیم که همون دولت در نظر شهروند همچون یک محیطی شایسته و بایسته برای زندگیش
بله. حساب شود، فهمیده شود. بنابراین اگر همین و چهارم یک خودکفایی دفاعی دیم. خودکفایی دفاعی چه خیلی؟ یعنی قدرتی خود را و منفعت خود را حمایت کردن و روی پای خود ایستادن از نظر نظامی تکنولوژی. اگر همین چیزا فراهم شود، من فکر میکنم که ما تجربه بزرگ دولتداری داریم و روحیه بلند خودمحوری داریم. فقط از نظر فنی، اقتصادی، تکنیکی، عملی همین رو حفظ کردن لازم. بنابراین اگر همین شرایط اجرا شد، من فکر کنم که ما یک ملتی نودولتی بی تجربه بی سابقه نیستیم. ما 100 ساله ها حتی در ترکیب دیگر دولت ها خود رو حفظ کردیم. بنابراین در ترکیب دولت خود ملت تجربه و ظرفیت بزرگی تامین بقای خود را دارد. این به همین توجه کردن. واقعا و نظریه پردازان همیشه تاکید میکنند که یکی از پایه های اساسی استقلال دولتی استقلال فکری است. سر مسئله استقلال فکری چی نظر دارید؟ یعنی اگر این نباشد یا ضعف داشته باشد یا مشکل داشته باشیم در استقلال فکری، چی پیامد به ما میارد؟ دولت در نتیجه تحولات سیاسی تاریخی مبارزه و استقلال خود را همچون حالت سیاسی کسب میکند. سیاست دولتی استقلال را دستگیری میکند، ولی در نهایت استقلال اون زمان استوار است که جامعه، مردم، شهروندان همین ارزش‌های استقلال را همچون ارزش‌های مهم و مقدس برای خود پذیرفته باشند. یعنی که هر شخص در خودش استقلال فکری داشته باشد، به این معنی که اما ارزش‌های ملی، فرهنگی، منفعت‌های ملی، ارزش‌های ناموسی، ارزش‌های انسانی که ما داریم، همین رو او همچون ارزش‌های خود در خود داشته باشد. عطای بخت به همتاست استقلال، رخی سرخ و سر بالاست استقلال. صفای زندگی باشد اگر وحدت، به وحدت همراه و یک جاست استقلال. چه جویی بیش از این شادی دلها را، بقای شادی دلهاست استقلال. به پیش دیده می تابد به صدها رنگ، چه رنگارنگ خود دنیاست استقلال. جهان روشن شود از نور خورشیدش، درخش عالم فرداست استقلال. به ملک دل نمانده آرمان دیگر، کمال آرمان ماست استقلال. دو حالت رو میبینیم در همین قشری روشنفکری ما. من باید یک بار همین رو آشکارا گوییم. ببینید ما بعضی کسایی داریم که درباره استقلال، ارزش‌های ملی، هویت ملی، منفعت‌های ملی گپ میزنن، همچه کارشناس، ولی خودشون داننده همین مفهومان ولی دارنده اون مفهومان نیستن. اونو کارشناسن. مثلا همین داریم فیلسوفایی که تمام تاریخ فلسفه رو میدونن، لیکن خودشون فیلسوف نیستن. اونا داننده تاریخ فلسفه هن، یا که اونا داننده تاریخ ملتن. سالی تشکیل هر دولت میدونه، سالی مرگ و تولد هر شاه میدونه، سالی هر جنگ و حادثه رو میدونه. او همچون داننده تاریخ ملت، داننده افکار ملی. لیکن باز کسایی است که دارنده همین هستند، کسایی که او تاریخ در وجود او زنده است، کسایی که افکار ملی برای او جزء زندگیش است، کسایی است که با او افکار زندگی میکنه. همینا رو میگیم یعنی دانستن مهم است و داشتن مهمتر است. اون روسی میگن نسیتل، یعنی خودش باید برنده و صاحب همین افکار باشد. انا برای همین کسانی که استقلال برای اونا در حد ارزش شخصی است، ارزش‌های ملی برای اونا ارزش زندگیشان است، منفعت‌های ملی برای اونا منفعت‌های شخصیش است، اما اونا استقلال نگاه می‌دارن. بنابراین تکیه اساسی همه دولت‌ها به همون قشری است که خودش صاحب اندیشه استقلال است. برای اهل ضیا، اهل روشن، برای خدمتچوی دولتی بسیار مهم است که خودشان نه تنها داننده
ارزش های ملی باشن، بلکه دارنده او باشه، خودش صاحب همو ارزش ها باشه. انا از این نظر ما همین استقلال مفهومای دولتی کلان رو به سطح تفکری خودی فرد اگر بیاریم، فرد خودش یک مفهوم استقلال رو در خود احساس کند، یعنی اسمش من اگر اجازت یک چیز همراه خود آوردم، مرحمت، این بسیار مهم است. این کتابی که دیدگاهی دولت محور، بله، همین من تالیف کردم به همین مقصد که ببینید ما برای که امون استقلالمون حفظ کنیم، یکی از کارهایی که باید کنیم این است که همین مفهوم دولت، ارزش دولت، ماهیت و اهمیت دولت رو برای فرد فهمو کنیم. چون که ما یک ملتی هستیم که یک مدت در ترکیب دولت‌های گوناگون زندگی کردیم، ما ملت ارزش محور شدیم. ارزش محور حالت است که مثلا ما برای زبان، فرهنگ، ادبیات بسیار تشویش میشیم، غم میخوریم، تلاش میکنیم برای حفظ اونها. ببینید ما چقدر شعر درباره زبان داریم، چقدر شعر درباره مادر داریم، درباره ناموس داریم، ولی دولت همچون ارزش محوری در نظام ارزش های یک شهروندی ما حاضی جوش نیافتد. یعنی ما این قدری که برای ارزش ها تلاش داریم، برای دولت همچون ارزش محوری یک شهروند در نظر داریم. بنابراین ما امی دیدگاه دولت محور، ایدهش یا پیامش همین است که ما دولت را همچون یک چتری منفیت های خود که محض در زیر آن زبان، فرهنگ، ارزش و تاریخ و منفیت های ما حفظ میشد، در نظام ارزشمون جا کنیم. همون گونه که ولی شما برای ناموس یک خواهر خود آماده کشتل کسی رو گیرید، همون گونه برای دولت باید اساسیت داشته باشد. بنابراین دولت باید به جزء ارزش‌های و منفعت‌های شخصی شهروند تبدیل شود. هم دیدگاه دولت محور همین. انا برای همین ما سرنوشت تلخ ما هم دلالت میکند که ما باید دولت رو اکنون چنان همچون ارزش محوری پذیریم که هر یک تاجیک داند که منفعت اول دولت است، منفعت‌های دیگر در چتر دولت، در سایه دولت تطبیق میشد. وگرنه اگر به دولت ما یک ملت بی سرنوشتی آواره بشیم. از همین نظر یکی از پایه‌های فکری استقلال یا استقلال فکری همین در مرکز فکری قرار گرفتن مفهوم دولت هم چون منفعت میشد. خب یعنی سپر اصلی میتوان گفت آگاهی همون ملت است. اون ملت اونقدر که آگاهی داشته باشد، یعنی از شیوه اندیشه و تفکر اگر کار بگیرد، منتها موفق می شود. و میگذاریم به سوال دیگر که اینک 13 سال استقلال را ما طی میکنیم و امسال 33مین سالگرد استقلال دولتی را تجلیل خواهیم کرد. خب راه پیموده ما را در این دوره چگونه شما ارزیابی می توانید کردن؟ ما تا کجا و به کجا رسیده ایم طول این 33 سالی که استقلال دولتی داریم؟ همچون یک دولتدار اگر نگاه کنیم، بزرگترین دستاوردی ما در این 30 سال این بود که ما همون مرحله احیا و برقراری دولتداری ملی رو گذشتیم. بسیار مشکل بود. بینید حاضر مثلا بعضی قیاس میکنن، واقعیت خودمون اگر گیریم 10-12 سال اول استقلال ما صرف برقراری بعد جنگی شد. شما این پیام امسال بینید پیشوای ملت گفتن که ما همین رشد واقعیمون از سال 2010 سر کردیم. درست. ولی ما 30 سال میگیم نیمی او رفت در اون فاجعه ها. دیگر اینکه یک دولت بعد جنگی نه تنها از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هم بسیار شکسته است. برقرار کردن او زحمت 10 چند میخواهد. بنابراین اگر با خودمون، با سرنوشت خودمون، با حالت خودمون قیاس کنیم، من میگم که ما بسیار موفق هستیم. زیرا ما بالاخره توانستیم دولتمون را صاحبی کنیم،
از نابودی نجات دهیم، روی پا گذاریم و اکنون در همین 13 ساله مهمترین کاری که شد تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال پورا مرحله احیا و برقراری رو سپری کرد. ما امروز دولت به تمام معناش داریم. اگر پرسن که تا کجا رسیدیم به کجا روانه، من میگم که از نظر تحلیل دقیق سیاسی، نه از نظر اگه احساسات گیم، از نظر صفر کارشناسی، ما میگیم که در این 13 ساله ما مرحله احیا و برقراری دولتداری ملی رو پورا و با موفق سپری کردیم. اکنون مرحله نو نامش مرحله رشد استوار. یعنی در این مرحله ما باید دولت رو نجات میدادیم، حتی انسان، منفعت انسان، همه قربانی بود که دولت نجات یابد، دولت نجات یافت. وطنم ای وطنم جان وطنم، به تو پیوند بود جان و تنم. اینقدر خرم و زیبا شده ای، از تماشای تو چشمم نکنم. چون بهشت شده ای تازه و تر، وطن سبز زیباغ و چمنم. هر قدر وصف تو سازم به سخن، هر قدر وصف تو سازم به سخن. نشود وصف خوشت دل بزنم. دور از تو سخنم هیچ بود، در تو پرقدر بود هر سخنم. گرچه تا روز به یادت سوزم، لذت بخشدم این سوختنم. عشق پاک تو اگر از دل من، عشق پاک تو اگر از دل من، لحظه کنده شود من نمانم. اکنون مرحله رشد استوار از نظر نظریوی برعکس است، یعنی انسان در مرکز است و دولت برای بهبود زندگی انسان کار میکند. بنابراین ما میگیم که مرحله رشد استوار فرا رسید. در اینجا وظیفه دولت دیگر است، البته مثلا رشد تکنولوژی، تامین زندگی شایسته. در امی پیام امسال در چی گفتن؟ عامل انسانی اکنون در مرکز قرار میگیرد. وجود عامل دولت در مرکز بود، چون که اگر دولت از بین میرفت همه چی میرفت. بنابراین ما اگر از نظری روندی تاریخی بها دهیم، ما یک وظیفه بزرگمان انجام داده، به مرحله نوی رشد گذشته. من نمیخواد بها. بله. و دورنمای استقلال که میگوییم، یعنی دورنمای استقلال و دورنمای بقای دولتداری ملت ما را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ از نظر ظرفیتی که ملت داره مثبت ارزیابی میکنم. یعنی ما یک دورنمای روشن داریم. حتی ما بسیار وقت با شوخی میگیم که نسل جوان ما اکثریت جامعه را تشکیل میکند. حتی در قیاس با دولت هایی که حتی اهالیشان پیر شده ایستاده است، ما یک آینده روشن داریم. ولی آنچه که امروز ما مشاهده میکنیم این است که متاسفانه فضای جهانی، فضای منطقوی، یعنی وضعیتی امنیتی و سیاسی گئوپلیتیکی منطقوی اینقدر شکننده و مرکب است که بسیار تهدیدهای جدی را با وجود آورده است. شما ببینید، من همین شب تمام شب اخبارهای جهان انتظاری بودن که این ساعت سر میشد جنگ، ساعتی بعد سر میشد، 10 ساعت پس سر میشد، 5 ساعت پس سر میشد. همه در انتظار یک ترکشی بزرگ در منطقه هستند.
یعنی که در همین جهان ناآرام که هر لحظه امکانی برهم خوردن نظام منطقه هست، وظیفه ما برای تأمین دورنمایی با ثبات کشور 10 چندان میشه. بنابراین من گاه میگم که هر روزی در امی صلح و ثبات نگاه داشتن امی کشور یک قهرمانی است. در چنین محیطی ناآرام هر روز نگاه داشتن این نظامی با ثبات یک قهرمانی است. حالا بعضی گمان میکنن که اگر ستایش باشه، نه، این یک تحلیل است. شما ببینید که جهان در حالت جوشیدن، ترکیدن است و باید در همین طوفان یک کشور را نگاه داریم. ببینید چقدر وظیفه مشکل است. بنابراین اگر این وضعیت رو در نظر بگیریم، ما میتونیم بگیم که ظرفیت داخلی ما کافی است، لیکن با در نظر داشتی تهدیدهای بیرونی ما باید 10 چند تلاش کنیم که کشور رو حفظ کنیم. از نظر عملی برای یک ملت و برای یک فرد استقلال دولتی چه اهمیت دارد؟ چه ارزش را قائل است؟ اگر بریم سری تاجیکان، به طور مشخص بین منفعت‌های دولتی و منفعت‌های شخصی پیوند زدن باید به ملت یاد دهیم. مثلا ببینید اگر شما یک اودیتور دانشجویی یا در یک جماعت دهات تصور کنید، یک سخنرانی ما میراد میگه که ما باید منفعت‌های ملی رو حمایت کنیم، ما باید استقلال رو حمایت کنیم، ما باید سیاست داخلی و خارجی رو تطبیق کنیم. همین یک شنونده عادی در همین چی رو میبیند؟ مثلا شما بگید شما باید منفعت‌های ملی رو حمایت کنید، باید همین را کشاییم و بگیم که منفعت ملی یعنی چی؟ همون آدم شهروند عادی باید داند که در همین منفعت ملی که یک مفهوم کلان علمی میتابد، منفعت او هم نهفته است. زیرا مثلا اگر او میخواد ازدواج کند، امنیت و ثبات لازم. او میخواد توی کند، به ثبات امنیت و به دولت نمیده. او میخواد دانشگاه رود، ثبات امنیت لازم. او میخواد مثلا خانه سازد، ثبات امنیت لازم. چون که امنیت هست که و آرامی است که ما میتونیم نقشه شخصی را تطبیق کنیم. پس باید شهروندی خیلی فکر کند که تمام منفعت‌های شخصی من وابسته به این است که ثبات و امنیت باشه، دولت آرام باشه. بنابراین در همین ثبات و امنیت منفعت خود رو دیده توانستن مهم است. این یک و مسئولیت خود رو هم مسئولیت خود رو برای حفظ آن. دوم اینکه ما برای تاجیکان اگر گیریم، من یک گپی بسیار شاید دردناک باشد میخوام همینجا بگم که همه تحلیل‌ها نشان میدهند که همین جمهوری تاجیکستان همچون دولت، همچون جغرافیا آخرین پناهگاه تاجیکان است. چون که تمام قلمروای تاریخی که تاجیکان زندگی میکردن امروز در حالتی هستند که این فرهنگ، این زبان، این ارزش‌ها در حال سقوط یا فشار یا خشکشوی یا نابودشوی است. بنابراین تاجیکستان این تنها جزیره، آخرین حوزه است که تاجیک خودش را، زبانش را، منفعتش را، هویتش را نگاه داشته میتواند. بنابراین از همین نظر من میگم که یک پیوست، یک پارالل باید در ذهن ما باشه که همین موجودیت ملت تاجیک همچون ملت و موجودیت و بقای تاجیکستان همچون دولت امروز اکنون پیوست است. بنابراین تاجیکستان دیگر از اهمیت فرهنگی و ارزشی برای ما بالاتر از تاجیکستان امروز برای ملت تاجیک اهمیت حیاتی دارد. بنابراین حفظ تاجیکستان مهمترین شرطی بقای تاجیکان است. چون در هر جایی و که در آینده در هر جایی که جغرافیا را از دست دادیم، ساختار دولت از دست دادیم، حاکمیت ببینیم در دراز مدت ملت هم نابود شد. بنابراین من دقیقاً با میخوام حتی مراجعه میکنم یا که هر کس ببینم فریاد میکنم میگم ببین همین تاجیکستان آخرین شانس ماست. گمان که در اینترنت گروه تاجیکان میسازیم، در فیسبوک گروه زبان میسازیم، این 5 سال 10 سال میکشد.
ملت در فضای مجازی اینترنتی باقی نمیماند. ملت در جغرافیای معین در زمین زیر حاکمیت ملی با ساختار ملی و با قدرت حمایه منفعت‌های خود باقی میمونه. اگر انا خیلی درک کنیم، پس خلاصه جمله آخر ما میشه که حتی بقای ملت با بقای دولت امروز یک مفهوم است. از همین رو حفظ تاجیکستان برای ما تعریفتیم دیگه اهمیت حیاتی دارد. یک عالم سپاس که با حضور خیش بدون تردید به ما افتخار بخشیدید و فکر دارم بیننده عزیزی ما از این صحبت مستفید گشت. بسیار خوش آمدید. زنده باشید.